در دل خاک‌های ولایت سرپال شهر نهفته است به نام شهر کونه ولایت سرپال که در زمان مرکز فرهنگ، تجارت و تمدن مردم سرپال بود و امروز سایه از گذشته در این شهر باقی مانده است و ما هم خواستیم که قصه های ناب و شیرین مردم قدیم ولایت سرپال را با خود داشته باشیم. ببینیم که مردم ولایت سرپال از شهر قدیمی یا از شهر کونی ولایت سرپال چه قصه های شیرینی دارد که این همه را از دریچه سبز بیننده باشین. حاتم حاج حفظالله حاج محمد یعقوب 74 74 که şimdi bizde mana bu takriben min 62 bo'ladi o'talgishlayman 62 bo'ladi bir xo'ray palav 4 rupiya edi va bir rupiyam 4 ta non beradi shu Shonematullo validan vaqa bozor edi baqa hech gap yo'q edi ular mana shu havzani joyiga zargari va kuloli va tillopurishi va bazzozlik va chapan she'ri edi vaqt sari gilampurushi bor edi daryo o'taldan oldin undan oldin sonra bordi uni sonra mana ikkita uchta kopila bor edi Boloysorda nimasiga tayiga شهر ما تقریبا تا پیش گذرشان این طرفش بندر سنگچارک ایش لیسه گاراژ میگفتیم دیگه پل اون طرف تا اینمیزه شهر ما اینمیزه بود سرک شهر کنه از بیسته چوک ما شما این از بیسته تا زیر بالایسار از زیر بالایسار تا پشت مسجد مولا ابوالفیض آخوند خب از اونجا گرفته پایان که بودیم بیشتر نامزی میمانخانه جنبش میگه چه باید تا اون موجه بود این همه قدم جایی بوریا فروشی همیزه بود کلالی همیزه بود زرگرا بود پایان پشت سرمی دوکانو کاوش فروشی بود یک رسته زرگرا بود چپن فروشی بود حالا خود چپن بیخی گم شد از مملکت حالا 100 تا تیش و یک چپن هنمی دیگه نمی رسته تازی سر تا پیش همی گذرشانه این همیشه پوست جلا بود اینجا سرای ذکر بنام سرای ذکر میگذم سرای شاناست سرای سابق از آج احمد بود این برای ذکر با یه برای کرا گرفته بود اما پیشا بودیم دیگه یه کرا گرفته بود 40 سال پیش ذکر بای بود رابط ذکر بای پاوت کرد باز سایل خاص شد دیگه بازی این سرای دیگه برام ذکربای مانده شد با سرای ذکربای میگه ولی بعد هم برین امر سرای ذکربای نوین کس نمیکن کس نمیکن سابقه دیگه اینم بسیار خوب به نام ذکربای چند سال میشه که این سرای هست صاحب یادتون میاد یادم اومدن ما خود ما چیکار ما یک 50 سال میشه که ما دم سرای هستم ماشاءالله عاد پیش ما اینجا نبودم این تقریبا داره 100 سال شده باشه 100 سال شده باشه این سرای 100 سال از 100 سال هم شاید زیاد باشه sonra o şehirge behtarin kapıla barıydı, gadela barıydı, qarib 50-60 tane gadela barıydı, karaçıla barıydı o şapullarla. Ama mardımda başıga, piyasalarda başıga paranci degan bir narsa barıydı, tuşpandi degan barıydı ama mardım çadırda bilmiydi o vakti ağacan. Çadır yok idi bulay. Ama mardım şu maksat ama Gulbahor, Alacha, Balg'aliniki, Osiyobotikidan, Ko'pitaladan o'z vatanidan istifoda qiladilar. اونجا قیمت که خارجدن اونجا گل تکلا کیسه و قبل یا غیره سرمایه‌دارای ما گفته چه دمی از این منطقه تا این منطقه بود اون طرف زیر بالایسار دو طرفه بازازی بود پشت سر از این دکانو بنجارگی بود سیمساری میگن حالا چی میگن بنجارگی را
خب از او پان تیر میشید باز زرگرا بود دمش یک چند دکان قصابا بود. یعنی شهر دیگه تقریبا اینمیزه بود. مردمان ما و شما تعریف نشه بسیار خوب مردم میمان دوست میمان نواز خب جوان طبیعت دیگه حال حاضر هم اونمو طرف در سرپل ما از جمله قصابا ملا احمد دیگه گنده قصابا بود. نام نشاندار گفت دسترخواندار 100 نفر که می آمد در اینجا بود شرسیش میکرد و عزتش میکرد در این طرف می بود. میر محبت باریده بر کتک یترام باریده شوندا مردم لمن شو عنایت خان دو تسا جمان خان باریده شو غرب حسین خان علم ارباب جعفر ارباب بو پقرمت خان باریده خیرمت خان لغمانو باریده کچی مامدن آجیادگار دولت بای کلیده وقتن یاقوب بای رحمتین آتسه یوسف بای کلیده صادق معلم دوتلره شولا بزرگلی هم بگن هسته وقتن قادر جان آج قادر جان بودن باز کتا آدمی دل شولا هم مسی کلیده ولتری دل کورین هر منجنسی 6 نفر 7 نفر شو بایلق چپنلک کیلگن تونلک کیلگن بر سلطنت من ولتری دل بر پاچالی دی از جمله پلوانایشون خدا ببخشه من نام عاشق پلوان می‌کنم کدام پلوان با شما داشتیم اون رحمتی خودش هم بود مثال بچه‌ش هم فوت کرد دیگه اون امان الله خان میگه کلانتر به شش بیادرش خراباته اون مولا بود بچه تاجک بود ارباب آشپز میگفتن و طلبا که این دیزه بود یکی غوث آشپز میگفتن از امنا ممکن یکان 70 سال پیش باشه 70 هم زیاد شاید 80 سال شد ماشو دریا تل من قلم گیده کو بخله سارا پیشن بوده سارا شو بر فیلم چالان قلیدم تلویزیونده مردم لکیلی وشان فیلم گمنا دیگن کی بده بر فیلم باری وشان چالان قلیم یرتمنندن اون بجدن تا چی بجگه چیزش خرابالش آشمه بسن قیمه بسن آشم مراد بیگ بسن شو بزرگله هم مسه شلا کلیدو ولتری دل سارا شلا نیمت جان دیگه بر رحمت بارید آج نیمت دید خرابالر دنیده شلا کلید نورمت جان کلید شلا هم مسئول ولتری دل سارا شلا هم مسئول ولتری پلم دی سایل قلب کتی دل تا 2 بجه چه پلم چالانید پیشتر از گادی کراچی بود کراچی تایرای شوبی بود بسیاری گرساس میزد در سرکا بعد از تایر از این چی جور کردن تایر موترش اینه او هم از بین رفت حال امروز رکشا برآمده ایوال گادی و کراچی هم رکشاست بارم میبرد مردم سوارم میشن بسیار کم موترهای چیزی که بابی بنام بابی غول یک موتر داشت یک جالی میگفتن بود 5 جالی اینطور موترکا بود یک موتر در سرپل نبود کت کراچی های اسپکی بود اونم بود پسان تایردارش برآمد اول تو تایرشان رقم چیز باری بود این گادی تایرای چوبی بود گاز کورس در جای میکرد بود پسان تایرای این موتر بود اول بر موتر بوبایغول دیگه بارید که چی مامدن ایده سلگه همسایه باغلرز یا آقا جان بر خلپون برده بر آز موتر باریده و خلپ قیم که مکتب تاده اونو بر آز موتر باریده بریم که چی مونگه چنارته جوره بای دیگنده بر کتک اورالو باریده سرپلگه تورد موتر باریده بیردن تا شبرغانگه چه نمازرگه چه رین باریده شو یرمه را پم بریده و موترگه هم یارم تنهیز لای زمستانگه باریده نه یرتمنن نه تو نمازرگه چه موتر آزگه اره لایگه پشیل زمستانگه ایسقه باریده برسات کسات که باریده اما زمستانگه مونه خوب قین دید آقا جان موتر چیبا دیدو چرچه سارا وزه سرم حال بارید موتر ده سیز حال بارید موتر ده موتر وزه بار میده سیز مسئله بر جاگه نقل بید سیز حال بارید موتر ده
دینمیزد ازبک بود، افغان بود، هزاره بود، تاجک بود، عرب بود. فقط فعلا هم هست. هیچ بین از اونای چیز نبود، هیچ فرق نبود. باز اینمی تو شرایط ها شد و انقلاب ها شد، رنگ گپا برآمد. حزب بازی ها برآمد. این گپا رو کس نمیفهمید بخدا. ما خب بچه بودیم هیچ نمیفهمید. ظاهرشاه آمد، داوود خان آمد دیجا. ظاهرشاه آمد، داوود خان آمد، دمی زیر باغ، زیر بالای سر کشتیگیری یا ترتیب دادن مردم. خوب میموند. ظاهر خان هم آمده. دیگه رئیس جمهور نامده خیلی. این دکان ها دیگه از اول هم خوردش کرد، ما خانه ما پشت از این دکان ها دیگه شاید که این دکان ها را یکان 75 سال میشه آباد کردن. پیش از اوی راسته بسیار خورد بود. حرکه هم نبود، چیزا رو در میداد، شمشیر آقا را تیل من داختن پلتایی بود که در میداد. باز حرکه هم برام باز پس اون لامپا آمد از شوروی آمد، لامپای روسی میگفت. حرکه هم که برام حرکه جرمنی بود. اما جای مردم شوندا برش جایگه جمع جوشیده. akşam kursa ama keçe mardım çavkıdar bir alakayn won dekanga bir alakayn osiydilar. Bir alakayn bor edi, hech kimga yo'q edi. Pason lampa chiqdi. Uylaga unam. Ba'zi o'tallarga kecha mardimlar borali yurdi, shavbozor qilaydi, 10 nafar 15 nafar ko'chagilar yig'ilaydi. Sonra gaysi yo'q edi. Sonra keldilar o'tallarga o'ltirib shavbozorda bir tarif qilib o'zlarini har kim choyini ichib, ko'k piyolalarga choynakoy qirmizi chini o'shalarga o'ltirib choy ichdilar. Hamma ko'k piyola edi. Bu gaplar yo'q edi. Bir qironni tarang qilib tayli chop bor edim men, ketirib boyga Hoji Muhammad men Hoji Arbob toldiga qo'ydim. Bir qiron edi, bir choy. Yo'da ma kim yo'mad halakayn nabud. Yani her çavk به نام لالتین گفتنی. لالتین گفتنی چراغ جور میکنن خودسازی. بله. می رقم مثل ماشین خودت بودی سر پایه. 4 طرفش آینه داشت. در داخلش یک شمع در میدادن. در میدادن اونمون تو هر وقتی که میسوخت باز اونجا نفر موظف بود. سوخته که خلاص میشد دو شمع میگرد دیگه در میداد. باز بالاخره تو از بین رفت. تو که روشنیش کم بود باز علکین کشال کنن. یعنی با مرور زمان علکین هم از بین رفت برق برآمد. Daryonu vaqtiga o'tdi, puli larzonaq arg'amchiga ikkita zabarra va bag'lalgan edi. Shu arg'amchi toblalib, sonra shunda cho'pni to'qigan edi ustiga. Sonra shundan puli larzonaydan vaqt Shorvoldi joyiga bor edi. Vaqt sariga shunda lotirlar bo'ladi, jasirlar bo'lsa, lotira o'shaqa bo'ladi. Vaqt sariga palvonlik, qushtigonlik bo'ladi, hammasi bo'ladi. O'tallar keladi, bizlar o'tallarimiz bor edi, dayronalar, baliqlar bo'ladi, qavullar keladi. Shunda bir qatorini o'ripal kosa bo'lsin, taboq bo'lsin, qita qo'yilgan bir tan chiqar edi, bir qita chiqadi, 10 qatorda olib ketadi o'rpaga. Shuna bir palvonlik, bir gaplar, bir barakali. Shu Mamadni tag'a bor, shu vaqt tirik. Mulla Karim Doripaz ham rahmati o'ldi. Shular sonra qop qo'yib berdilar jashirlarga. Otishbozi bor edi, pishinglar bor edi, qo'yib berdilar. Shu Mamadni tag'a ot bo'ladilar. Shu har yoqqa borsa shu Mamadni shular shunda doridan tutadilar o'zlari. Shuni bir jashinda bir ravnaq beradilar, bir tashviq qiladi mardim, kecha mardim har kimni 3 nafar, 2 nafar qo'ylar bir gayz. Bir jashinga kelib jashin bo'ladi. تقریبا 10 روز 12 روز چه روز اینجا در جشن مردم میره. بازی چند روز پیش ترتیبات گرفته میشد، دم زیر باغ خیمه زده میشد، بازی کمپا جور میشد، بازی کلانترها تقسیم میکرد، بنجارا علایده کمپایش بود، از بازاز علایده بود، از مسکر، از کسبیا نجارا، هر کدام همون علایده تو کمپا جور میکنن. خوب
این بانگ کنه رئیس عبدالغفرخان جایش است او جور کرده بودیم. اینجا باز چیز شد باز پس اون دفتر دولتی شد. باز اینجا ولسوالی رفت هم اینجا. یعنی باز بانگ هم اینجا شد. این هم ترکی حالی خرابه شده پودریا رفته اونجا. هر کس با مرام نخودش. خدای پاک در این مملکت ما شما ممت آرامی و آسودگی را بده. یک مردم از آواره و پاوارگیش خلاص شد. پس بیایند در وطن که کسایی که رفتن کسایی که رفته در خاک وطن زار هستن. ما خب میفهمیم خارج میریم میبینیم. اون مجبور میشه کار نیست کار بار برای مردم. کوپتن که خوش بودم سلام منن که مصاحبه قلیله و بر یاد قدیم ده من سلام یادمگه سال دیله بر افتخارلerde تازه بولب قالdi şundan bizden bir şunu Gunterashar bo'ldik, Gunterashar bir yotda ketdilar sizlar. Xush bo'ldim og'ajon sizlardan. Ko'pdan ko'p xush bo'ldim men ham sizlardan. Sizlarga Xudovand barakat bersin bu barnoma sizlarga eshitganlarga ham Xudo xayr barakat bersin. Mana shunday yettipoq taqtarsizlar, shunday bir barakali vaqt kesin. Xayri bilan. Xush bo'ldim men ham sizlardan ko'pdan ko'p. Sizlar xayr ko'rlar og'ajon.